اینو به من نگفته بودی یا حاجی تو با سیاوش در ارتباطی؟ نه داداش. جدیدن خیلی چی شده؟ آدم عوضی شده. چی شده؟ خیلی آدم عوضی شده. که؟ نمیدونم این ور اون ور یه چیزای اومد دیدم صحبت میکردم میگفتن پشت سرت صحبت میکنه. واقعا باز دم تو گرم. این شاهین که خیلی آدم مزخرفیه خدایی. چرا چی شده؟ بابا باش 2 تا ویدیو گرفتم، اسکل ما رو گرفته، گفت من میدم ادیتورم این ویدیوها رو اوکی کنه. 2 هفته است خبری از ویدیو نیست. سلام، چطورید؟ به سلام به جیگرای عموسیا. به به. امروز قراره واسهتون یه چالش خیلی باحال داشته باشیم. قراره زنگ بزنیم به یه آدمی که جفتمون رو میشناسه و پشت سر اون یکی حرف بزنیم. اینو به من نگفته بودی یا نگفته بودم؟ گفتی زنگ بزنیم بابا ایستگاه فرق. یارو رو بگیریم. حالا فرق به هر حال دیگه اینم جزو ایستگاه طبیعی باشه، هم تو در جریان نباشی هم اون آدم. یعنی مثلا ما الان زنگ بزنم به فلان شخص و از تو بعد بگم. آره تو زنگ میزنی مثلا چه میدونم به یکی که هم منو میشناسه هم تو رو، بعد شروع میکنی زدن من. یاره سیاوش با هم این کارو کرد، اینجوری کرد اونجوری کرد و اینا. ما تازه تو آشیه در اومدیم بکیش بیرون از آشیاجی. آقا دیگه چالشه دیگه. این چالش نیستی به خودی باید به گاهی. این سی مثل رولت روسیه. گلوله رو میذاری میچرخونی میذاری رو سرت. به کی دوست داری زنگ بزنی؟ اول من زنگ بزنم یا اول تو؟ ای کاش من شروع کنی؟ نه داشتم به چی خواهد میدونی به چیاش دارم فکر میکنم. من فکر کن به یارو الان زنگ میزنی بعد خب اونم نمیدونه که این داستانو اون بدبختم بیاد دلش پر شروع میکنه یهو شروع کنه به 2-3 تا گفتن سیاوش همین هم قشنگه جلو دیگه. مخاطب اونم دیگه به هر حال نمیدونم بازی کثیفیه ولی بریم سنگ از قیچی بکنیم بازی. نه تو برو نوکرتم تو برو ما یاد بگیریم جدی؟ بریم. خب به سنگ کاغذ قیچی کنیم بریم سنگ کاغذ قیچی. خورش من توی این ورزش قوی ام به خدا. المپیک داشت من مدال می آوردم واسه ایران. کدو به کی زنگ بزنم من؟ به کی زنگ میزنی؟ خیلی حرکت خیتیه. من نگو به هر کی الان زنگ بزنم طرف ناراحت میشه بعد. اشکال نه دلش در میاریم. یه چالش دیگه میذاریم بعد زنگ میذاریم از دلش در میاریم. حالا من زنگ میزنم که مثلا ازت خوب بگم میبینم اون بد میگه یا خوب میگه. نه بابا قشنگ بد باید بگی با دل پر. آره مثلا این سیاوشه اومد فلان جا تو این کار اینجوری کرد با همون نمیدونم دهنمو سرویس کرده تو چی کار میکنی و اینا. کدوم بد هر کیو زنگ بزنم بدونید که چون باهاتون بیشتر حال میکنم و با جنبه‌ای به شما دارم زنگ میزنم. زنگ بزن. به مهراد زنگ بزنم. عالی. بهراد عالیه. مهراد جواب نده. خیلی وقتم هست صدای مهراد رو نشنیدم. الو چطوری ستون؟ سلام عشقم چطوری؟ خوبی دورت بگردم چه خبر؟ چه خبر؟ بوی ترکیه میدی؟ تناز چطوره؟ آره قربونه تنازم خوبه کجایی؟ شکر. خونه تو کجایی؟ والا من آنکارم الان. به رفتی پی اون کارا دیگه. آره آره دقیقا بابا طرف شرکت مردم سمینار بابا حلالت. 8 تموم میشه. خب. بعد دیگه پرواز دارم ساعت 12 و خورده‌ای پرواز دارم.
فکر کنم 1:30 برسم استانبول. بابا حلالت، ما گفتیم فردا شبش. پس استانبول میای نه؟ آره دیگه امشب ساعت 1:30 شب استانبولم. خب میخوای بیا اینجا پیش خودمون، بعد داری میای حتما هم با جعبه شیرینی بیا که بالاخره شیرینی پرشی که خریدی ما بزنیم دیگه. جون عشق منی. آره دیگه، باقلوا گردویی باشه، میدونی؟ کلا من چیزای گردویی دوست دارم. حاجی تو با سیاوش در ارتباطی؟ نه داداش. تو؟ هیچی، میخواستم ببینم باهاش در ارتباطی یا نه. نه خیلی وقت من فالو کرده. مگه مشکل داشتی؟ نه دیگه، از زمانی که من اون پارتی رو رفتم. ها از اونجا ازت دلگیر شده از بود؟ اونجا آره دیگه، بلاک نکرده، فالو کرده. بعد بهشم گفتم، گفت دیگه چون سیا که میدونستم اون همیشه خوبه تو میگفت، ولی جدیدن خیلی چی شده، آدم عوضی شده. چی شده؟ خیلی آدم عوضی شده. چرا؟ نمیدونم، این ور اون ور یه چیز میزای اومد دیدم صحبت میکردم، میگفتن پشت سرت صحبت میکنه و پشت سر همه داره صحبت میکنه و بعد داشت من خیلی وقت از این ماجرا بدورم. بهترین کار رو میکنی، به خاطر همین گفتم ببینم باش در ارتباط هستی یا نه. نه چی نیستم، من اصلا با هیچ کس در ارتباط نیستم. یعنی محمود اینا رو من مثلا چی بشه دیگه، اتفاقی بیفته، مهمونی، بهترین کار رو میکنی بابا. ما الان ندارم، میدونی منظورم چیه؟ آره ما الان خودمونم همینیم، یعنی درگیر کار و زندگی خودمونیم. بهترین کار آره یه تایمش بود اگرم. امشب برنامه کجا داریم بریم؟ برنامه خونه ما. عمو پاشو بیا اینجا. برنامه؟ آره خدایی ناموسم بیا، دلم برات تنگ شده مهراد، خدایی تو شبم نیام، فردا میام. نه بابا شب بیا دیگه، میترسی شب بیای خونه ما؟ آره میترسم. نه برنامه‌تون چیه؟ ببینم برنامه جذابه، چون شب یه برنامه خیلی جذاب دعوتم. اگه برنامه جذاب دعوتی که ما رو هم ببر. برو غلط کن بتونه بخوره، مال سینگل هست. آجی ما هم میخوام سینگل بشم. غلط کردی دیگه، کام بخوری فایده نداره. تو سینگل هم بشی تا سالیان سال بگاهی. داداش من گاو پیشونی سفیدم دیگه، کسی ما رو گردن نمیگیره. تناز اینجا داره ما رو میزنه. چی میخوای؟ دختر به این خوبی، به این خوشگلی، به خدا قد که نداره، داره جیگرتو بگردم عزیزه. به خدا داره چپ چپ نگاه میکنه. انتظارات زیادم داری حاجی. خلاصه اومدی بیا، بعد بیا ببینمت. ولی آره مهراد جون خلاصه اومدی بیا به ما سر بزن، دلمون واسه تنگ شده. چطوری؟ فدات بشم. خوبی؟ قربونت بشم، روش بد نیستم، منم هستیم دیگه. آره یه شب اتفاقا دلم هوا تو کرده بود، زنگ زدم بهت جوابم ندادی. نه بابا زنگ نزدی، کجا زنگ زدی؟ به خدا یه سری واتساپ زنگ زدم بهت، نت نداشتی، من چی نداشتی؟ خط دبی زنگ زدی؟ نه خط دبی ندارم من ازت. همون خط عوض کردی؟ همین خطی که الان زنگ زده گوشیه، فقط ترکیه اومدم روشن کردم. خب پس اصلا دستم نی. آره الان انتظار داشتی شاهین دیوس من بگم آره این خیلی لاشی فلان بیسار. آره دیگه بابا درست نگفت، گفتم یه جوری جو بده یه دوتا حرف بزنه پشت سرم. گفت مهراد ناراحت میشه، گفتم بابا مهراد تو ناراحت شدن آدم قویه، مهراد ناراحت نمیشه. آخه میدونی چیه؟ ما الان وسط ویدیویم خب، بعد گفت باید به یکی زنگ بزن. من الان صدام وسط ویدیوه. آره تو لایو نیستی خب. آره ولی کلا گفتم ولی میره تو ویدیو. بعد به من گفت که باید یکی زنگ بزنی از من بعد بگی. گفتم آخه من به کی زنگ بزنم از تو بعد بگم؟ آخه من خودم اهل این کارا نیستم. گفت باید به یکی زنگ بزنی.
بعد این کارا نیستی؟ نه من اهل این کارا مادر این کارا تویی. دهن سرویس. الان که فهمیدی تو ویدیوییم داری اینجوری صحبت میکنی. والله تو عجب آدمی. بعد آقا گفت ببین مهراد اگه راضی نیستی میخوام قطعش کنم یه دور دیگه زنگ بزنم قشنگ بگو. نه اوکی طبیعی بود. نه من حقیقتا نمیتونستم. یه سیاوش میگفت جو بده، گفتم حاجی بعد نمیخوام جو بدم. یهو دیدی یه جای ناراحت بود یه چیزی گفت بعد علکی اسم ما خالزانک در رفت دیدی؟ خدا آره قسم. دیگه کاریش نمیشه کرد. کوی دوست داره بکن. خلاصه که گفتم با جنبه تر از مهراد من کسی نرم، زنگم میزنم. الانم ترکیه هم هست. ولی حالا جدا از همه اینا الان که رسیدی شب میرسی استانبول بیا اینجا، نرسیدی صبح بیا پیشمون. باشه عشقم چشم. جیگرتو مشی هستی بگم. مواظبت کن. باشه دود بیام. قربونه خدا خداحافظ. حاجی من نمیتونستم جو بدم، دلم نمی اومده، میخواستم جو بدم بگم خدا. شاهین چرا انقدر کارا رو واسه خودت الکی پیچید و سخت اینو بگی؟ گفتم الان بهش بگم. الان یه جوری میزنم میپکنم شاهین. من نمیتونستم خدایی نمیتونستم. خورا به کی این داری کار زنگ میزنی؟ کیو میخواد؟ ماهرخ. الان یه جوری خرابت میکنم. ماهرخ یعنی ماهرخ ببینیم خیلی بازی کثیفیه. مهراد سربلند اومد ازش بیرون ولی خودم دلم نمیاد جو بدم بهش زیاد. به چطوری ماهرخ؟ چه خبر؟ خبر؟ سلامتی. چی کارا میکنی؟ هیچی تو جزایر فرانسه به سر میبرم. به گفتم یه روز هماهنگ کنیم بشیم دوباره 2 تا ویدیو بگیریم. آره چرا که نه. اتفاقا ما اون یوتیوب آرت کلاب رو خب همون نئونه رو آوردیم خونه که ویدیو بگیریم. عالی. خب پشت اونم خیلی خفن میشه. میتونی بیای خونه سپر؟ آره میتونیم هماهنگ کنیم و این داستانا تاش اونجا میگیریم. ببین اوکی. واقعا باز دم تو گرم. این شاهین که خیلی آدم مزخرفیه خدایی. چرا چی شده؟ بابا باش 2 تا ویدیو گرفتم اسکل ما رو گرفته. گفت من میدم ادیتورم این ویدیوها رو اوکی کنه. خب 2 هفته است خبری از ویدیو نیست. یعنی واقعا پشمام ریخته از دست این آدم. عجب. به خدا. ولی خوبه دیگه همینجا آدم بر رفیقاشو بشناسه. آدم انقدر ازگل آخه. یه چیز باید بگم. ببین ویدیوهای چالشی من و تو خیلی فیدبک خوبی داره. یعنی من هدفم گذاشتم توی پیجم خوششون میاد ما با هم ویدیو میگیریم. خوبه دیگه. به خاطر همینم ما میتونیم اگه خودت اوکی باشی دوام داشته باشیم. چون من که ذاتاً تولید محتوا زیاد. آره چیه گفتم یه محتوا بگیریم چون منم میگم ویدیوام سر مسخره بازی شاهین نرسید. بعد چه کارم؟ خب باشه کی میخوای اوکی کنیم؟ حالا تو از جزایر برگرد. من فردا کار دارم. پس فردا یا پس اون فردا در بیاریم و 2 تا بگیریم. پس فردا عصر میتونیم. چون من فردا تو که نیستی. من خودم هم باید با سپر ویدیو بگیرم. بعد پس اون فردا جزیره هم دوباره. ولی بعد از ظهرش میتونیم هماهنگ شیم که بیا بگیریم. باش. ولی تو هم نظر منو داری دیگه که شاهین آدم عوضیه. ببین من آخه به من تا حالا واقعا شاهین کاری نکرده که من بیام بگم مثلا آره این شکلیه. ولی خب به هر کی کرده میگه دیگه. آره حالا تو حداقل واسه شادی دل منم شده بگو کرده؟ شاهین یه آدم عوضیه. آخه نیست عوضی برای من نبوده تا حالا عوضی واسه کی بوده؟ اسم اونا رو بگو. من زنگ بزنم حداقل با اونا فوشش بده. من نمیدونم. ولی شاهینو من خدایی قلبی دوستش دارم به خاطر که به من هیچ بدی نکرده تا حالا. باش دیگه. ولی آدم عوضی. حالا من گفتم. کسافت تو ویدیویید؟ آره دیگه شاهین داره میخنده هر چی رو خیلی عوضی. میگم که بابا خیلی آدم عوضیه. شاهین دوست دارم. جیگر تو سربلند اومدی. بلایی تو بابا تو سربلند اومدی چه ستونم.
جیگرتو بابا والا زیاد جو نداد. آره آفرین واقعا صفر بودی خدایی. آروخ ولی با سیاوش ویدیو نگیر، بیا با من ویدیو بگیر دوامش کنیم اونم دیگه. اگه الان تو ضبطید بعدا میگم تا 20 میتونیم یه سری ویدیوهای جذاب بگیم، بعدش هم میتونیم ولی حالا تا 28 بهتره. حل چشاته. حله. خوش بگذره جزایر بهتون. مراقب خودتون سلام هم باشید. برسون به سپه. فدات شم. خدا. سلامت باشی عزیزم. خدا. جو ندادی تو هم. شد آقا بابا چرا دیگه چجوری میگفتم دیگه سعی کردم داداش. از این در وارد شم که در نرمالیه که اون یه دو تا چیز مثلا بگه آره فلانجام اومد مثلا این حرکت رو زد و اینا اینجوری دیگه. آخه من سر کسی حرکت نمیزنم به مولا دیگه گفتم حداقل یه چیزی بگه ولی هیچی نمیگفت. هی زد تو این که آره بیا ویدیو شاهین رو مثلا ولش کن و اینا بیا ویدیو بگیریم. پیش نرفت. ولی فکر میکردم بیشتر از این جو بدی. دیگه چی میگفتم؟ اصلا ضایع میگی میشد. که بیشتر از این هم جو میدادی دو تا حالت داشت، یا ضایع میشد یا یهو رو موج تو سوار میشد شتک میکرد مثلا، اون دیگه خیلی میشد بگاهی. جای خوبی هم بود. میدونی الان تو جزایر مزایر بود روحیش بالا بود. من هر چقدر میگفتم آدم عوضی میگفت نه آب هوا عالی شاهین پسر خوب. آره خلاصه که به کی زنگ بزنیم نفر دوم داره یا نه؟ نه دیگه میگم نفر دومو بذاریم بس. یه جا اگه یه جایی سوخت دادیم زنگ بزنیم، یه دوتا شماره داشته باشیم که مثلا یو آره منم موافقم. مثلا من الان بگم به زنگ میزنی امیر حسین چی؟ یا مثلا زنگ میزنی سفدا بگی خیلی دارم واسهتون تنگ شده خوبی چی کارا میکنی؟ این نگاه اینا بگاهیه دیگه داداش، اینا خود حاشیه هست کلا. خب پس در نیومد آقا، ما خیلی سعی کردیم مثل اینکه به آدمای مناسبی زنگ نزدیم. به کی زنگ میزدیم دیگه؟ اگه شما کسی تو مد نظرتون هست حتما کامنت کنید زنگ بزنیم اون چی میگه و اینکه دوستتون داریم. تموم شد یکم بیشتر صحبت کنیم با بچه‌ها. چیکار کنیم دیگه؟ کسی پشت سر من حرف الان که دارم فکر میکنم خیلی پشیمونم، یک کاش بیشتر جو میدادم به مهراد. من گفتم که من حقیقتا ترسیدم. اشتباه کردی دیگه، باید یکم جو میدادی میگفتی که آره کارو چطوریه مهراد نمیدونم اینجوری از بچه‌ها چه خبر، میگفت تو چه خبر، میگفتی آره و تازگی نمیدونم با سیاوش فلان کارو کردیم مثلا فلان جا پولمو خورد یه کار بهم داد نصفشو کشید کی بالا پولمو میدی؟ خیلی آدم فلان شده ای و اینطوری و اینا. تو همچین داستانایی نداشتی، یه دوتا هم سعی می‌کردم. مهراد به خدا که خیلی دوستت داشتم نگرفتم رو تلانا به خدا. مهراد نمیگرفتی که مردم من می‌خواستی رو من بگی. خب درست میشد رو مهراد میگرفتم دیگه، به تو میزدم دیگه. اونم دو تا آره میگفت تموم. خب دیگه پیش میاد دیگه آدم چیز بعدی دیگه ما اوستای این فن شدیم. آقا منم خداحافظ. مرسی دوستتون دارم. جیگرتونو